تسلیم به نظام خودساختی غرب، مردمای شهوت پرست، مردمای هوا پرست که کل عمر دنبال خواهشات رفته، قوانین از اون سری خود تطبیق میکنیم، باز میگه مسلمان است. عالمی بود سری منبر مردم میگه اگر این کارا را نکردی از دین برآمده ای، اگر این کارا را نکردی تو به مذهب نیستی، باید دوره زده شوی. دورم تر میزنه. غریب کسایی است که سنت پیغمبری که فاسد شده تو اصلاح بکنی. در یادتان بود که در روزی نماز جمعه 2 رکعت تحیت المسجد در وقت دخول است. الحمدلله، شکر الله سبحانه و تعالی را زیاد بکشید. واقعا زمانی که هر سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما تطبیق میکنی، عملی میسازی، شکر الله را بکشید. امیالی بسیار علما ما در مساجد داریم، بیچاره خوب بدانه که طریقه خواندن نماز جمعه به کدام کیفیت است، لیکن از دست مقتدیان نمیتونه. الله سبحانه و تعالی تو را توفیق داده، موقع و زمینه را برات مساعد کرده که عملا تو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده میکنی. غریب امی کسی را میگه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم براتان خوش خبری داده، مژده داده. فطوبی للغرباء. در حدیث دیگه میایه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که از پیش سوال شد، قیل من الغرباء یا رسول الله، تو که اینقدر خوشخبری به غربا میدی، مژده میدی، غربا کی هستن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ناس قلیل صالحون، ناس مردمای خیلی کم ولی خیلی صالح، از نگاه عقیده درست، از نگاه عمل درست. فی ناس سوء کثیر، در بین مردم بد زشتی که خیلی زیاد است. و سواد اعظم است، بسیار مخلوق است. در بین از یا مردمکای خیلی کم، لیکن در عقیده قطع از وا ممتاز، از وا جدا، در عمل از وا جدا. بعد از او پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من یعصیهم، کسایی که نافرمانی امی مردم کم میکنه، اکثر من یطیعهم، خیلی زیاد میباشه از او کسایی که گپی از یارا بپذیره، این خیلی کم میباشه. این صفت در کی موجود است؟ انشاءالله هر کس که رای توحید، رای تمسک به سنت پیغمبر علیه السلام گرفته باشه، خود میفهمه که کی است. در بین مردم زیاد، مردم خیلی کم، مردم خیلی کم خود صالح باشه، این صفت داشته باشه. از او خاطر تمسک به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را با هم جدا می سازه. امام آجری رحمه الله می فرماید غریب متمسک به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، و یا کسانی هستند که امرایشان جفا میشه، ستم میشه، از طرف پدر، از طرف مادر، از طرف زن، از طرف برادر، از طرف اقارب، از طرف دوستا، قطعشان ستم و جفا میشه. چرا میشه؟ به خاطری که حرکت تو خلاف حرکت ازواست، نشست تو با نشست ازوا فرق داره، سخن تو با سخن ازوا فرق داره، کار تو با کار ازوا فرق داره. از او خاطر اون مردم ها قطعی تو مخالف بشن. پدر و مادر اینقدر ستم سرت میکنه که تو آیت قرآن میگی، برات میگه که تو قرآن هم بیاری، من قبول ندارم، نعوذ بالله. حتی کلمه کفری را به زبان میاره، برش میگه او بچیم اگر تو همی سنت پیغمبر علیه السلام خودی پیغمبر هم بیاری، من قبول ندارم، نعوذ بالله. تا این اندازه را شیطان ابلیس او را بالا کرده می باشه. دوستا خود چی میگه؟ تو را متهم میسازه به شذوذ، ولا خوب آدم بود، بسیار خراب شده، خبر نداری؟ بچه فلانی خب حالی تو خبر نداری؟ یک رقم نماز میخوانه، اینقدر خودنمایی میکنه، ما و شما در 5 دقیقه نماز میخوانیم، اون مردکه که داخل میشن نیم ساعت نمازش میبره. دیگه چی میگه؟ نه این نیم ساعت نماز او جمعی رقم نمیخوانه، پشتی سر دلار است. خب بیا دیگه نیم ساعت تون قطع ما یک جای نماز بخوام که دلار بهتون برسه. دنبال دلار خو یه چیزه، نه حیثیت مانده، نه ابرو، نه عزت، نه دین، کلشه با تاراج داده. خب بیا دیگه همین دلار تون بگی. دیگه چی میگه؟ خبر شدی؟
پدری فلانی وفات کرده بود، خبر شدی جنازه شد؟ عجیب جنازه برادر. دیدیم یک دانه شال در سری تابوت ننداخته بود. اونجا که رسیدیم جنازه اینقدر طولانی جنازه بود که استاک شدیم. ما خود دعایات نداشتیم، همینطور آرام استاده بودیم. بعد از او که جنازه شد و برادر اسقاط نبود، اونجا که در سر قبر رسید اعلان فاتحه و گپا گفت که کسی که آمد خلاص شد دیگه. الله به کلگی چی میگه؟ الله خیر پیش کنه. چقدر خوب دعا میکنه، الله خیر پیش کنه. ما میگیم الله خیر پیش کنه. حالی مصیبت دیگه، سابق خود دیگه رقم بود، حالی دیگه الله خیر پیش کنه.